با سلام خدمت شما دوستان عزیز، اکرم شوفی هستم. با یکی از سروده هم خدمت شما عزیزان رسیدم. اسم این سرودم هست یا رقیه. می نویسم تا علی مرتضی اذنم دهد، می نویسم تا حسین ابن علی اذنم دهد، می نویسم تا جواز کربلا پای کبوتر حرم دستم دهد، می نویسم یا رقیه بر شیعیان یاری نما، می نویسم اهل صهیونیست نابود نما، می نویسم این چه سریست همه شهید شدین، بر سر ما منت اعجاز داده اید. یا رقیه دلها شکسته است، بوی خون می آید، خون نامردان را بریز. می نویسم حق مظلوم را بگیر، مکر مکاران را رسوا نما. گاه نوکران مکاران در کوچه های نزدیک ماست، حق مظلوم را ستان، مکاران را رسوا نما. می نویسم یا رقیه خواهان دیدار حسینیم، می نویسم یا رقیه خواهان کربلایی. ممنون از اینکه لایک میکنید، پیج منو به دوستانتون معرفی کنید. یا حق.